جنین چگونه رشد می کند؟ هفته اول سلول ها شروع به تقسیم و فعالیت می کنند. هفته دوم جنسیت نوزاد مشخص می شود. هفته ششم قلب نوزاد شروع به تپیدن می کند. هفته هشتم رنگدانی که رنگ چشم را تعیین می کند شروع به رشد می کند. هفته 15 حالت چهره نوزاد تکامل می یابد. نوزاد اکنون می تواند عقل کند و لبخند بزند. هفته 26 نوزاد شروع به تشخیص صدای والدین خود می کند. هفته 33 نوزاد شروع به رویا پردازی، خواب دیدن می کند و می خوابد. هفته 38 تا 42 کودک به بلوغ کامل رسیده و آماده تولد است.